الان بانو خواستم یه چیزی بهتون بگم. به نظر من قوی ترین آدما اونایی هستن که میرن توی یک کشور جدید زبون جدید رو یاد میگیرن، یک دایره دوستی جدید ایجاد میکنن، شغل جدید و همه چیز رو از صفر شروع میکنن و باز میبرن. این آدما هر جای دنیا بذاریشون، از هر سنی، از هر چیزی که دارن ازشون بگیری دوباره میتونن بسازن، به خاطر اینکه یک بار از صفر شروع کردن. و کسی که میتونه از سن بالای 20 سال یک بار از صفر شروع بکنه و به نتیجه برسه، مطمئنا بارها و بارها میتونه این کارو بکنه. برای خود من چندین تا کشور مختلف این کارو انجام دادم و الان تو من همه چیزی که دارم و ازم بگیری ولی منو بذاری توی کشور جدید با یک زبان جدید، باز هم میتونم از پس خودم بر بیام، بخاطر اینکه یک بار این کارو انجام دادم. حالا چیزی که می‌خواستم بهتون بگم اینه که این مسیر، اگر در حال به فکر مهاجرت هستید، اگر میخواید به این موفقیت خاصی برسید، با دونستن زبان راحت‌تر هم میشه.